با سلام خدمت دوستان و حامیان محترم. این سگ خب 9 تا توله داشت. بعد میبینید از این 9 تا 3 تاشون فقط به این ماده رفتن، به مادرشون رفتن، بقیهشون تمام مثل پدرشون. حالا نمیدونم اون نره کجا رفته، نمیدونم پدرشون کیه، اینجا که نیست. میبینید بعد حالا نکته جالبش اینه که بازم الان حامل است، بازم بار داره. همین بازم بار داره. ببین طولهاش هنوز نیاز به مراقبت مادر دارن، کوچیکن هنوز، ولی باز هنوز بار داره. و یه نکته دیگه دوستان، من بچه شهرستانم، اومدم اینجا روستا. بعد بعضی از همسایه‌ها میگن غذا نده به اینا. من میگم ببینید خودتون نگاه کنید، من میگم میام تو بیابون دارم بهشون غذا میدم، آخه چیکار دارم؟ میگه نه سگا جمع میشن. میگم خب قبل اینکه من بیام تو روستای شما اینجا اصلا هیچ سگی وجود نداشت؟ خب من تو بیابونم نیام به اینا غذا بدم؟ پس چی بخورن اینا؟ بمیرن؟ نمیدونم والا چی بگم. لطفا دوستان حمایت کنید، ساب، کامنت و لایک. خیلی ممنونم. یا علی مدد.